در برنامه امروزی خود ما به یکی از کارگاه‌ها و فروشات لباس‌های افغانی ساحه خیرخانه کابل آمدیم. ما هر نوع لباس می‌دوزیم، لباس‌های افغانی می‌دوزیم، محفلی، حجاب، قراردادی هم داریم، قراردادی مکتب‌ها رو می‌گیریم، قراردادی لباس‌های افغانی هم است. اینجا بخش آموزش شان داریم، کسایی که ما را بیننده هستن بخواین اینجا بیاین. و دروغگویی را خوش ندارم، می‌بینن نام خدا شاگردای ما در مدت 3 ماه خودشان برای خود یک تا لباس جور میکنن، لباس می‌دوزن. از استادتان همکارای راضی است اینجا؟ شکر الحمدلله تمامشون از اینکه من حمایت میکنن یاد میتن سپاسگزار است. در مدت 1 سال چه نوع لباس‌ها را اینجا شما می‌دوزید؟ بسیار لباسا هر فرمایشی که باشه ما می‌دوزیم. شکر خدا با زیادتر گند افغانی قراردادی داریم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان که ما را از چنل یوتیوب ما هایپرمدیا بیننده هستند. امید دارم در هر نقطه‌ای از کره خاکی جهان که هستین جور و صحتمند باشین. دوستای عزیز، من مهربان هدایتی در خدمت شما به یکی دیگر از برنامه‌های امروزی. در برنامه امروزی خود ما به یکی از کارگاه‌ها و فروشات لباس‌های افغانی ساحه خیرخانه کابل آمدیم. اینجا آمدیم صحبت کنیم همراه مسئول که چگونه لباس‌ها را می‌سازن، از کدام مواد به خاطر ساخت یک لباس افغانی استفاده میکنن. و نکته مثبت اینجاست که مکمل این کارگاه مربوط یک خانم میشه که مسئولش یک خانم است و اینجا تمام کارمنداش بانوان هستن. فعلا من همراه مسئول این کارگاه هستم تا لحظات آخر ما رو بیننده باشید. سلام، وقتتان بخیر. خود اگر به بیننده های عزیز چنل یوتیوب ما هایپرمدیا معرفی کنید. و علیکم السلام، اسم من ماری امیری است. همین شرکت ما که از به نام صنایع دستی بانو امیری است. دیگه من یک کارگاه خیاطی دارم که همراه من یک تعداد دختر خانم‌ها کار میکنم. بسیار خوب. خانم امیری، چقدر مدت وقت میشه که شما این کارگاه را ساختین؟ ما مدت 7 سال میشه که کار میکنیم. سابق کارگاه ما بود در شهر نو کابل بود. باز از وقتی که همین تحولات آمد و فعلا دیگه این مدت 3 سال میشه که در لیسه مریم در اینجا کار میکنم. بسیار زیاد خوب. خانم امیری، چگونه خواستین که بیاین قسم یک کارگاه را بسازین؟ به خاطر از اینکه ما اول در حساب در خانه کار میکردیم، به یک ماشینای دستی کار میکردیم و کم دوستا ما را تشویق کرد، خود ما را دیدیم که باید یک لقمه نان حلال به دست بیاریم. باز بالاخره در این رشته پیش آمدیم. حالا که ما یک تعداد دخترها را که به حساب از زیر دست خود فارغ کردیم، کشیدیم، یاد دادیم به در بخش مولدوزی، در بخش بافت، در بخش خیاطی، تانستیم که کارگاه خود کمتر بالاتر ببریم و از برکت دوستا و از تشویق خواهرها و برادرها بالاخره به این نتیجه رسیدیم. بسیار زیاد خوب. چه نوع لباسا را اینجا شما میسازید؟ ما هر نوع لباس میدوزیم، لباس‌های افغانی میدوزیم، محفلی، حجاب، قراردادی هم داریم، قراردادی مکتب‌ها رو میگیریم، قراردادی لباس‌های افغانی هم است. بازم شکر از خدای خود راضی هستیم. دکان‌های لیسه مریم هم که ما کانتاکت هستن که یگان لباس‌ها میارن ما میدوزیم، پس میبرن. بسیار زیاد خوب. دیزاینای لباسایی که میسازین، دیزاینایش خودتان انتخاب میکنین یا مشتریتان میاد براتون فرمایش میکنه؟ بعضی را خود ما انتخاب میکنیم به خاطر از اینکه مواد خامش از خود ما میباشه، خود ما تولید میکنیم، خود ما انتخاب میکنیم. باز مشتری‌ها که میرن نظر به کتلاک خود میدیم و روی کتلاک شد. دکاندارام که بر ما میارن مواد خودشون میارن، کتلاک ها میارن، ما باز از روی کتلاکشون برشون آماده میکنیم. بسیار خوب. چند نفر همکار هستن اینجا؟ ما فعلا 10 نفر به حساب شاگردای دائمی داریم که همیشه همراه ما کار میکنن و نظر به کارشان برشان امتیاز میدیم. بسیار خوب. بجز از اینکه اینجا بانوها کار میکنن همراهتان، آیا اینجا آقایان هم هستن؟ نه خیلی آقایان نیست، صرف یک آقای که ما کار میکنن که یگان وقت نوقت به حساب بر ما یگان مواد خام، یگان چیز ضرورت میشه، یک همراه ما هست. یک مواد میاریم گرنگ میباشه تا بالا، هم یک آقا همراه ما هست. بسیار عالی. بجز از اینجا که شما بخش فروشات لباس افغانی را دارین، بخش ساخت و فروشاتش، اینجا بخش آموزش شان دارین، کسایی که ما را بیننده هستن بخواین اینجا بیاین آموزش ببینن، آیا امکانات هست؟ بله، ما دو تا شاگردا داریم که میال دیدین که شما آمدین داخل تایمشان به حساب خلاص شد که از 9 تا 10 یک تعداد شاگردا داریم
کارکنا را باز ما تدریس میتیم، درس میتیم، هم به حساب عملی برشان درس میتیم، هم نظری درس میتیم. باز ما را در پرده یوتیوب میبینن که همه دروغگویی را خوش ندارم، میبینن نام خدا شاگردای ما در مدت 3 ماه خودشان برای خود یک تا لباس جور میکنن، لباس میدوزن. بسیار خوب. فروشاتتون چگونه است در اواخر؟ فروشات خوب است، ما از خدا خود راضی هستیم، اما فعلا به خاطر از این فروشات خوب نیست که دوایر کار نیست، خانما نیست، مکتبا نیست، پانتون نیست دیگه، به اون خاطر یک ذره کارهای ما سست است. خود بازم از خدا راضی هستیم، چیزی که آمده در حالت شکر. بسیار خوب. تا جایی که کل ما میفهمیم قیمت هر لباس نظر به کارکردش فرق میکنه. قیمت ترین لباسی که تا بالا ساختین به فروش رسوندین کدام چقدر قیمت ترین پیرانی که یک دانه رو ساختیم که بسیار مقبول بود و ما سفارش کانادا بود که به حساب از این که دلار بود $1,500 و ما به افغانی نمیفهم 17,000 شد یا 14,000 امیره به حساب امی بود. شما گفتین به کانادا روان میکردین. بله. آیا امکانات از این دارین که کسایی که بیننده هستن در خارج از کشور ما رو میبینن بیاین بر شما فرمایش بدن که یک لباس افغانی بسازین و شما برشان روان کنین؟ ما از دوستای خود اگر ما رو میبینن، ما از دوستا خواهش میکنیم که همین کارگاه مدلسی مریم است و خیاط صنایع دستی بانو امیری است، هر فرمایشی که بود از هر خارجی که بود ما را کمک کنن که ما برشان بدوزیم، هم بر ما یک لقمه نان حلال شود، هم به شاگردای ما شود و هم اونها از ما راضی باشن. بسیار زیاد خوب بانو امیری. به خاطر ساخت لباس افغانی موادی که شما استفاده میکنین، این مواد از کدام کشور اینجا وارد میشه یا از جای مخصوص داره که شما خریداری میکنین؟ نه خیلی ما مواد خب به حساب از یخنا را که دختراست که موره میگیریم، موره یا خلگی میفهمه که از پاکستان میه، باز ما مواد خام خود از مندعی میریم خریداری میکنیم، تکه به حساب توپکی میگیریم، بخمل همین 4 فصل به حساب فصل. با زیاد فروشات ما که هست به حساب دی لباسای افغانی که سر بخمل است، اما حال در شب روز که زیاد بنارس میگیرن و کتان به خاطر که فصل است دیگه. مواد خام ما رو کلش از جا میگیریم، یخنا را دخترها مورد دوزی میکنن، چرمایش به حساب چرمه دوز داریم، چرمه میدوزن. حالا من دختره که میبینیم که در پیرهن دامن چی جور میکنن، موره میشانه که دامن افغانی 4 تا صرف است که یکی است وام از مشتری است که به حساب برشان آماده میکنن. بسیار زیاد عالی بانو امیری. چقدر شما با چقدر سرمایه اینجا را به فعالیت آغاز کردید؟ ما روز اول که در خانه کار میکردیم به بسیار یک سرمایه کم که 2 پای ماشین دستیکی داشتیم، امروز از یک اتوی به حساب اتوی عادی داشتیم دیگه. به حساب به مدت پول سرمایه ما که بود به 5,000 افغانی بود، بالاخره 10,000 شد و کم 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 از خدای خود راضی هستیم که فعلا سرمایه ما بین ما قند شد که ما 5-6 پای ماشین برقی خریدیم و میز تک تکات به یک کارگاه متوسط دیگه به حساب شده. بازم از دوستام خواهش میکنم که ما را کمک مایه کنه که کارگاه متوسط ما کلانتر شود که تعداد خانم‌های زیادتر را ما استخدام کنیم. بسیار زیاد عالی بانو امیری. چی پیام دارین به دختر خانم‌ها، به خانمایی که ما را فعلا از چنل یوتیوب ما هایپرمدیا بیننده هستن، فعلا در خانه هستن، بیکار هستن، پیامتون چیز برشان؟ ما برای دختر خانم‌ها که بیکار هستن، در خانه هستن، برشان رویا میتونم به خاطر از این باید هیچ وقت مورال خود از دست نده. همیشه خانم‌ها هستن، خانم‌ها مبارز هستن، خانم‌ها هیچ وقت در گوشه خانه نشینن، براین بیرون مثل نمی کارگاه‌های متوسط که هستن یا از بالاتر هستن، بیاین کار کنن، زحمت بکشن، انرژی خود مصرف کنن. اگر در گوشه خانه بشینن چیز از استثنا نمیشه، به خاطر از هم روانی میشن، هم به یگان مشکلات دیگه روبرو میشن. ما خواهشمند هستیم که بیاین به کارهایی که از توانشان است کنن، اما کورس‌هاش رو داریم، در کورس‌ها برن، در مدرسه ها برن، هیچ وقت مورال خود از دست ندن، زیر تاثیر کسی قرار نگیرن. بسیار زیاد تشکر از بانو امیری که وقت ارزشمند خودم بر ما دادن که ما بیاییم از کارگاهشان یک گزارش داشته باشیم. دوستای عزیز فعلا من میرم، امروز یکی از شاگردای کارگاه صحبت میکنم تا لحظات آخر بیننده باشین ما را. سلام، وقتتان بخیر. سلام، وقت شما بخیر. خدا نجور صحتمند باشی. زنده باشین، سلامت باشین. ببخشید که مزاحم کارتان شدم، خود اگر به بیننده‌های ما معرفی کنید. با سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت بیننده عزیز که ما را از چنل یوتیوب شما تماشا کنید. نامتان؟ نام ملالای. ملالای جان، چقدر مدت وقت میشه که اینجا شما با شاگرد کار میکنید؟ مدت 2 سال میشه از اینکه کار میکنم. مدت 2 سال میشه. در مدت 2 سال کدام کارا رو اینجا یاد گرفتین؟
من اول که آمدم یاد نداشتم خیاطی را. فعلا اینجا کار میکنم. مالیات گرفتیم. دو پیرنا را، پیرنای گند افغانی را، دیگه پیرنای ساده را، چرمدوزیش تمامش میتونم انجام بدم. بسیار زیاد خوب. پلانای با آینده چیز بعد از اینکه اینجا 2 سال کار کردی با آینده چی پلان داری؟ با آینده پلانم همی است که بخیر کار بار خلیجی یاد گرفتیم، برام بتانم خود به خود یکی از کارگاه جور کنم، یک کارگاه جور کنم و از طریق از بتانم پیشرفت کنم، خودم هم یک کارخانه به خود داشته باشم. بسیار زیاد خوب. از استادتان همکارای راضی است اینجا؟ شکر الحمدلله تمامشون از اینکه من حمایت میکنن یاد میتن سپاسگزار است. باز اینجا ماش دارین؟ ماش دارم. چطور از ماشتان راضی هستین یا نه؟ شکر الحمدلله راضی است. بیننده های عزیز، ملاله جان یک دختر بسیار با استعداد معلوم میشه. لباسی که اینجا میپوشه بسیار زیاد مقبول دختش. به عنوان آخرین سوالم ملاله جان، چطور خواستین که بیاین خیاطی رو شروع کنین اینجا؟ من صنف 9 مکتب بودم که مکتبا بسته شد، طالبا آمدن، باز خواستم رشته خیاطی را بخوانم نظر به علاقمندی که داشتم. باز خیاطی که آمدم وارد خیاطی شدم، علاقمندی زیادتر شد وقتی که یاد گرفتم و از طریق از اون من به بیننده میگم که در خانه نشینی، بیکار کنی، تمام دخترها دستایی کنی، بتونیم آینده خود ما پیشرفت بدیم. بسیار زیاد تشکر ملاله جان که وقت ارزشمندتان دادین. همیشه موفق باشین. تشکر. بیننده های عزیز، فعلا من میرم امروز یکی از کارمندای دیگه می کارگاه صحبت میکنم. بیننده باشین. سلام، وقتتان بخیر. علیکم سلام، خوب هستین؟ چی حال دارین؟ شکر، سلامت باشین، زنده باشین. خدا اگه به بیننده ما معرفی کنین. ماجان هستم، ماجان حبیبی هستم، یکی از کارمندای استاد امی کارگاه. خانم حبیبی، شما اینجا در کدام بخش کار میکنین؟ در بخش برش دوخت استاد هستم. خب اینجا استاد هستین. چقدر مدت وقت میشه که اینجا برای استاد کار میکنین؟ 1 سال میشه. 1 سال یک زیادتر. مدت 1 سال. خانم حبیبی، چطور خواستین اینجا بیاین برای استاد کار کنین؟ خب به خاطر آمدم که دیگه اینا در خانه ششتن هم مشکل است دیگه، که هر خانم یک در خانه بشینه از چی پیشرفت کنه. کلا بچه‌ها بیکار، مردا بیکار. دیگه یا مرد یا زن بالاخره یکیش کار کنن. زن باشه مرد باشه هر کی باشه خب یک استعداد داشته باشه. بسیار زیاد خوب. در مدت 1 سال چه نوع لباسا رو اینجا شما میدوزین؟ بسیار لباسا را. هر فرمایشی که باشه ما میدوزیم شکر خدا. با زیادتر گند افغانی قراردادی داریم. شما در جای درس خیاطی را خوانده بودین یا هم تو سابق یاد داشتین؟ بله، درس خیاطی را خواندیم، در ایران خواندیم. در ایران خوانده بودین؟ در ایران خوندیم. بازم اونجا دیگه درس خیاطی را خواندیم و دیگه چیزی از استعداد خود شکر خدا هر چیزی که باشه ما. بسیار زیاد خوب خانم حبیبی. خانمایی که فعلا خانه نشین هستن، ما را بیننده هستن، کار و وظیفه ندارن، بیکار هستن و از زندگی ناامید شدن، با اونا چی گفتنی داری؟ برشون گفتنی دارم که هر کدام یک چیزی رو یاد ندارن، بیان آموزش ببینن، بعد از او خودشان میتونن که هر لباس برای خود انتخاب کنن بدوزن. مثلا یک پیرن میرن 1.5 ساعت میخرن، 2.5 ساعت به خیاط میتن. این خوب نیست. هر کدام که به خود بتونه که یک لباس تهیه کنه بدوزه به خودش، او دیگه مثل یک پاچایست. بسیار خوب. خودشان میتونن که برای خود نامید نباشن، بیان دست به یک کاری بزنن که یک پیشرفت کنن. این خیاطی باشه، هر چیزی که باشه، هر کس یک مهارت داشته باشه دیگه. خیاطی در افغانستان ما بهترین چیز است که هر خانم، مرد، دختر، خانمی که در خانه هستن نامید نباشن، بیان آموزش خیاطی رو ببینن. اگه یاد دارن دست به خیاطی بزنن. یک پای ماشین، ما یک پای ماشین دسته داشتیم. اینا رو شکر خدا میتونیم که اینا 4 دانه ماشین هست میگه. اینا کم 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 هر کس یک پیشرفت میکنه دیگه. نی دست به یک کار بزنی موفقیت است. آرزوی موفقیتایتان داریم. همیشه موفق باشین، سرفراز باشین. بسیار زیاد تشکر بیننده‌های عزیز که تا لحظات آخر ما را بیننده بودین. واقعا از خانم امیری بسیار زیاد تشکری میکنم که این قسم یک جای به خاطر بانوان فراهم کرده. واقعا یک خانم مبارز شجاع هستند و دختر خانمایی که علاقمند خیاطی هستن، میخواین خیاطی را یاد بگیرن، میتونن به کارگاه بانو امیری اینجا مراجعه کنن و اینجا بانو امیری با امکانات بسیار زیاد خوب برشان آموزش میده. این بود برنامه امروزی ما. امید دارم از برنامه امروزی ما لذت برده باشین. برنامه‌های دیگر رو مرا فراموش نکنین. شما را میسپارم به الله متعال. همیشه سرفراز و خوشحال باشین.